بله، خانم‌ها با آقایان گفتم خیلی فرق میکنن، واکنش هاشون، همه چیزشون. دوستی به من میگفت حسن اگر روزی جایی خانمی رو دیدی که دهنش رو بیش از حد اندازه باز کرده، اینقدری که خیلی قیافش وحشتناک به نظر میرسه، نترس، خوف نکن، اون داره ریمل میزنه. کجا دیدی که بر من میگفت؟ اما میگفت اگر جایی دیدی آقایی سینه‌شو سپر کرده داده جلو، زبونشو از بیخ دهنش داده بیرون و به افق دور خیره شده، اون داره زیپشو میکشه بالا. از همه اینا وحشتناکتر میگم اما حسن اگر روزی رفتی استخر و دیدی در قسمت کم عمق استخر یه آقایی بدون تحرک وایستاده، این کاره اینا، و بدون دلیل به نقطه ای از آب استخر خیره شده، اونجا الان چیه داری نگاه میکنه؟ اون داره کاری رو میکنه که نباید بکنه. چقدر خانم و آقایان